جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. با پیام دیگر از پیام‌های قرآنی قرار داریم. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 185 این پیامر داره: یرید الله بکم الیسر. الله برای شما اراده آسانی را داره. ولا یرید بکم العسر، نمیخواد برای شما سختی را. خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی این دینی که برای انسانها به خاطر خوشبختی انسانها آورده و انبیا را فرستاده، در این دین، در دین مبین اسلام سختی نیست. به خاطر اینکه ذات اقدس الهی میگه من برای شما آسانی را میخواهم، سختی را نمیخواهم. این پیام قرآن هست. حالا چگونه الله سبحانه و تعالی اراده آسانی را داره و اراده سختی را نداره؟ چیز واضح و مسلم هست. الله سبحانه و تعالی از ما خواسته که نماز بخوانیم، روزه بگیریم، حج بریم، زکات بدیم، جهاد کنیم. همه اینها. شاید کسی بگه خب نماز خواندن سخته، الله از ما سختی خواسته، روزه گرفتن سخته، جهاد کردن سخته. سوالی پیش میاد چگونه الله اراده آسانی برای بندگان خود داره؟ وقتی که شخص داخل میشه به مکتب اسلام، به مکتب قرآن، یک شخص وقتی وارد شد به مکتب اسلام، اولین بار باید چه کار بکنه؟ باید کلمه بگه لا اله الا الله محمد رسول الله. حالا وقتی این کلمه را به زبان آورد، آیا گفتنش سخته؟ الله سبحانه و تعالی وقتی اسلام رو میبینیم بنی الاسلام علی خمس: شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله، اقام الصلاة، ایتاء الزکاة، صوم رمضان، حج بیت الله الحرام. این 5 چیز از ارکان اسلام هست. کلمه بگو، گفتن کلمه سخته. لا اله الا الله. مشرکین 360 بت به اطراف کعبه گذاشتن. رسول صلی الله علیه و سلم میگفتن این 360 بت را رها کنید، خدای واحد، ذاتی که شریک نداره، مثل نداره، مانند نداره. ولی اونها نه، اون سختی را قبول داشتن. پیش 360 بت مراجعه میکردن. الله سبحانه و تعالی میگه این سخته. شما پیش کسی میروید که نمیشنوه، مشکلات شما را حل نمیکنه، چقدر سختی ها شما متحمل میشوید؟ بگویید لا اله الا الله، نیست هیچ معبود به حق غیر از الله. آیا این سخته؟ الله اراده آسانی داره. بت پرست
باید از خانه خود بیرون بشه، بره بالاخره یک مسافه را طی کنه، از این خانه به این خانه یا بیرون از خانه، و بالاخره در اون معبدی که داره، جایی که بت ها هست، بره تا بالاخره اونجا میره گریه میکنه، ناله میکنه و بت هم صدای رو نمیشنوه. ولی الله میگه در خانه خود سرتو گذاشته هم هست، از اعماق دل با من ارتباط بگیر، من مشکل تو را حل میکنم. آیا این سخته؟ مشکل تو را الله حل میکنه، ذاتیه که قدرت کامله در ید اوست. آیا این سخته؟ به اینه که یرید الله بكم اليسر، الله برای شما اراده آسانی داره، نه اراده سختی را. پس لا اله الا الله خیلی آسانه، به زبان گفتن، تصدیق به قلب و ذات یگانه را و او اوصاف کمالی که داره انسان او را یاد کردن، این سختی نداره. به اینه که الله میگه وقت وارد اسلام شدی یرید الله بكم اليسر، الله برای شما اراده آسانی را داره. نماز الله دستور داده که اقیموا الصلاة، نماز را برپا دارید. حالا نماز خواندن، صحت کامل، جسم تندرست، الله میگه نماز بخوان. استاده نمیتانی بنشین، یرید الله بكم اليسر، الله اراده آسانی رو برای تو داره. نشسته نمیتانی، سرر بگذار، الله اراده آسانی رو داره. سرر گذاشتی حتی به اشاره بخوان، الله اراده آسانی رو داره. وقتی به وضعیتی رسیدی که سر خود را هم شور دادن نمیتوانید، یرید الله بكم اليسر، اینجا نماز نخواندی برای تو مسئولیتی نیست. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله اراده سختی نداره. وقتی برای تو وضو ساختن فرض و واجب شد، آب نبود، تیمم بکن. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، اراده سختی نداره. به قدر آب داری، در سفر هستی که این آبها به خاطر نوشیدن توست، که اگر اینها تمام بشه شاید از تشنگی هلاک بشی. شریعت و دین و اسلام میگه این آبها را به خاطر نوشیدن نگاه دار، تیمم بکن، نماز بخوان. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله اراده آسانی داره. در قسمت حج در طول عمر یک مرتبه فرض، او هم برای کی؟ من استطاع الیکم سبیلا، کسی که استطاعت زاد و راحله را داره، که نداره مسئولیتی نیست. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله اراده آسانی را داره، اراده سختی را نداره. این پیام قرآن را ببین، چی پیام! همه پیام های قرآن زیبا هست. روزه گفته بگیر، کتب علیکم الصیام، روزه برای تو فرض شده. اما اگر مریضی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. جالبه که این آیه هم در ادامه آیات صوم هست. اگر روزه گرفته نمیتوانید افطار بکن، مریضی افطار کن، در سفری افطار کن. یرید الله بكم اليسر، باز بعدا صحتمند شدی روزه را بگیر، از سفر برگشتی روزه را، قرض خود را بگیر. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. پس این آیه مبارکه این پیامر داره که الله سبحانه و تعالی برای شما اراده آسانی را داره، نه اراده سختی را. در تمام عرصه ها وقتی که نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی میگه ای انسان، گناه کردی، بیراه رفتی، نافرمانی کردی، معصیت کردی، چند قطره اشک بریزان به ندامت و پشیمانی از او گناهایی که انجام دادی و به سوی خدا رجوع بکن و دستان خود را بلند بکن و از خداوند آمرزش بخواه. الله هست که
بخشد. به سختی گناه کردی، به آسانی الله تو را می بخشه. یرید الله بکم الیسر. الله برای شما اراده آسانی را داره. در امتهای گذشته توبه قتل نفس. وقتی امتهای گذشته قوم حضرت موسی وقتی میخواستن توبه کنن باید خود را میکشتن. اما برای تو انسان مؤمن الله اراده آسانی را داره. چند قطره اشک بریز، دستان خود را بلند کن، به نیمه شب نیمه روز دستار بلند کن. پروردگارا نفهمیدم، ندانستم، خطا کردم، اشتباه کردم، تو عفوی، تو کریمی، تو رحیمی. الله میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اونایی که اسراف کردن، خیلی به بیراه رفتن، خیلی ظلم کردن بر نفسهای خیش، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشن، از رحمت الله ناامید نشو. هر قدر گناه کردی دروازه الله را در بزن. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله همه گناهان را میبخشد. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. الله غفور هست، الله رحیم هست، الله کریم هست. فقط این پیام را فراموش نکن که یرید الله بکم الیسر. الله برای شما اراده آسانی را داره، نه اراده سختی را. پس این آیه مبارکه وقتی که انسان میخوانه، وقتی که انسان میبینه، سبحان الله سبحان الله، این سختی هایی که امروز سر ما آمده خود ما آورده ایم در تمام عرصه ها. مسائل غم، مشکلاتی که سر را می آیه، آیا اینها را شریعت به ما گفته؟ آیا این که ما برای مردگان خود هفتم و چهلم و سالگرد میدیم، این شریعت گفته؟ این دین گفته؟ این را اسلام گفته؟ کجا آمده؟ این که ما از سر قبر و زیارت برگردیم بیاییم به خانه، 100 نفر 500 نفر 1000 نفر صاحب مرده را، او مصیبت زده را مصیبت زده تر کنیم، آیا این را دین گفته؟ اسلام گفته؟ نه خیر. این سختی ها را خود ما سر خود آوردیم. در عرصه شادی شخص ازدواج میکنه، مهریه سنگین را دین گفته؟ نه خیر. این رواجهای بدی که در مراسم و در جریان ازدواج امروز صورت میگیره، این را دین گفته؟ نه خیر. دین کجا گفته؟ کجا گفته وقتی ازدواج کردی مهریه زیاد بدی؟ کجا گفته که وقتی ازدواج کردی قصر و تالار بگیر؟ کجا گفته که این رواجهای بد به نامهای مختلفی که رد و بدل میشه امروز کجا شریعت گفته؟ کجا دین گفته؟ این پیام قرآن را مد نظر داشته باشید. در تمام عرصه ها یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. الله برای شما اراده آسانی را داره، نه اراده سختی را. دین نگفته که تو محفلی داشتی 1000 نفر در عروسی خود خبر بکن، 500 نفر را بالآخره به تحت نام شیرینیخوری و تحت نام فتخونی و تحت نام فلانخونی و فلان و فلان بالآخره تو محافل و مجالس پی در پی بگیر. کجا اینها را دین گفته؟ والله قسم اگر به این آیات قرآن و پیامهای قرآن ما درست عمل کنیم، نه قرضدار میشیم، نه پریشان میشیم، نه مصیبت زده میشیم، نه رنج دیده و نه مضطرب و نگران و پریشان. همه این سختی ها، همه این پریشانی ها خود ما بر سر خود می آوریم. پس یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. الله برای شما اراده آسانی را داره، نه اراده سختی را. الله میخواهد شما در دنیا راحت زندگی کنید، نه به مشکلات و به مشقت ها. نکته‌ای که در اخیر این پیام اشاره می کنم، بعضی از انسان ها از این آیه برداشت غلط کردن.
در محافل و مجالس گناه و معصیت نشسته، میگیم این مجلس گناه هست، معصیته، تو چقدر سخت گرفتی. الله اراده آسانی را داره برای بندگان خود، شما سخت میگیرید. الله اراده آسانی را در اعمالی که بیان کرده، نه این که تو گناه کنی و بگی الله آسان گرفته، نه این که تو به گناه و معصیت قدم بزنی بگی الله اراده آسانی را داره. چنین نیست، این اشتباه است. خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. آسانی را که ما گفتیم، اعمالی که بیان شد، الله سبحانه و تعالی برای ما شفاف واضح بیان میکنه که الله برای شما اراده آسانی را داره، نه اراده سختی را. یعنی تحت نام عبادت، او چیزی که عبادت نیست، خود را به مشقت نیندازید. الله سبحانه و تعالی از شما نخواسته که شما هر شب 100 رکعت نماز بخوانید. آنچه که الله از شما خواسته و به او ترتیب و طریقی که خواسته، او را انجام دهید. پروردگار عالم به همه ما توفیق بده که با این پیام های قرآن عمل بنماییم و متوجه شویم که پروردگار عالم برای بندگان خود خیلی مهربان هست. یرید الله بكم اليسر، بر ما اراده آسانی را دارد، نه اراده سختی را. خود ما هستیم که زندگی را بر خود سخت می کنیم و چنان زندگی می کنیم که احساس می کنیم که این زندگی سختترین و مشقتترین زندگی بر ماست. اگر با خدا و با قرآن زندگی کنیم، دنیای ما هم برای ما سهل و آسان میشه، عالم برزخ هم سهل و آسان، و جنت الفردوس و حشر و تا جنت الفردوس با سهل و به آسانی داخل جنت میشویم. الله سبحانه و تعالی همه ما را پیرو قرآن و سنت رسول صلی الله علیه وسلم داشته باشد. تا برنامه بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند باشید. زندگی و دنیا را بر خود سخت نگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.